خب دوستای نهایت گرانقدر، قسمی که میفهمین امروز آمدیم چکر طرفی فولادی و استاد نهایت گرانقدر استاد خلیلی زحمت کشیدن، یک برنامه را ترتیب دادن، دوستا آمدن و حالا میریم هم جاهای دیدنی فولادی رو ببینیم. دیگه شخصیتی که پیش رویم از استاد خلیلی بزرگوار هست، تشکر از زحماتش. دیگه دوستا دنبال ما میاین. سلام. فعلا ما تصمیم داریم دوستای عزیز که در فولای چای فولادی بخیر اون قسمت که بابره است اونجا بخیر خدا شاید و این منطقه زیبای بامیانه واقعا میبینیم که فضای قشنگی است که در اروپا هم یکم جاها پیدا کردنش سخت است. هم از این فضا لذت ببریم. بخیر باشین. یک تعداد دوستای ما پس ماندن میاین از این طرف. دیگه امید است که خوش بگذره برای ما و شما هم لذت ببرین از ویدیوی ما. و این قریه بلاغ سبزی است که استاد قریه زکریای فولادی استاد خلیل سبی قلیم است تشریح میکنه براتون و خود استاد بزرگوار هم در میل زندگی میکنه قریه. استادم میگیریم یک بار. استاد بزرگوار چال داری؟ شکر فضل خدا. شکر خوش هستیم امروز. تشکر. امروز ما واقعا خوشم. میزبانی دوستا هستیم به خدمت دوستا. تشکر لطف داری. خوش آمدید. بخیر باشی. بخیر ران باشی. یک گوسته که نوردیم. جوانا رو نوردیم. ما بخیر فرصت دیگه شاید بتونیم بیایم کلیم یک جای. خب میریم اساساً تو بالا ببینیم که بالا چی داریم. مسیر ما می طرف هستش. و اینی جوانا میاین از پشت سر کامرم پیش از ایناست. یک کمک نادیده از خیر است دیگه. هر دقیقه هر جایی که رسید یک عکس میگیره یک در میدازه. میریم بخیر. همین تو بالا هست. زکریان هم داره. دوست ما کس جناب حسینی صاحب است. یک رب بس مانده بیاین دیگه نه وقت میشه بریم ساعت بالا برم که فولادی رو ببینیم بخیر. چیزی برای گفتن نداری و دوستان خود مرا ببینید. Para